بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی. امیدوارم که هر کجایی که هستید حال خودتان و حال دلتان خوب باشه. انجینیر محمد هادی نظری هستم، استاد درس فیزیک از مجموعه آموزشی ابزار کانکور با جلسه دوم از فصل اول فیزیک صنف 11 در خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی هستم. در جلسه قبل دوستای عزیز ما قوه ها را تعریف کردیم. گفتیم که قوه عاملیه که سبب حرکت یا توقف جسم، سبب تغییر سرعت یا تغییر سمت حرکت جسم یا سبب تغییر شکل یک جسم میشه. گفتیم که واحد اندازه‌گیری قوه در سیستم SI هم نیوتن هستند. بعد از اون در رابطه با قوه های متلاقی و محصله قوه ها با همدیگه صحبت کردیم. در این جلسه دوستای عزیز، یعنی در جلسه دوم، در رابطه با تجزیه قوه ها و همچنین در رابطه با استفاده از قانون ساین در فیزیک با همدیگه صحبت داریم. پس با ما همراه باشید. اولین موضوعی که بررسی مونیم دوستای عزیز در رابطه با تجزیه قوه ها هست. ما چه قوه هایی را باید تجزیه کنیم و چه قوه هایی نیازی به تجزیه ندارند. نگاه کنید دوستای عزیز، یک قاعده کلی وجود داره. اگر قوه‌ای در استقامت محور X یا در استقامت محور Y نبود، ما این قوه را تجزیه مونیم. به چی تجزیه مونیم؟ به دو مرکبه عمود بر همه X و Y تجزیه مونیم. بیشتر توضیح بدیم. شما روی شکل دوستای عزیز نگاه کنید. خب قوه هایی که اینجا ما برای شما رسم کردیم قوه های F1 F2 و F3 هست. صحیح؟ قوه F2 در استقامت محور X پس نیازی به تجزیه ندارد. قوه F3 هم در استقامت محور Y است، پس این قوه هم نیازی به تجزیه ندارد. اما قوه F1 اگه نگاه کنید، نه در استقامت محور X و نه در استقامت محور Y، پس ما باید این را چیکار کنیم؟ تجزیه کنیم. حالا چه قسمی تجزیه مونیم؟ خب توجه کنید، بحث تجزیه قوه ها یک بحث بسیار مهم است که بعداً هم ما از این بحث استفاده مونیم. نگاه کنید، ما قوه F1 اینجا برای شما رسم مونیم. این محور X مایه. خوب توجه کن، این هم محور Y مایه. این هم قوه F1 مایه که باید تجزیه شود. صحیح؟ این F1 با محور X زاویه الفا را ایجاد مونه. گفتیم که اگر قوه‌ای در استقامت افق عمود نبود، این تجزیه مونیم به چی؟ دو مرکبه عمود بر هم X و Y. پس تجزیه مونیم، میگیم که این تجزیه میشه بر F1 X و F1 Y. تا اینجا تجزیه کردیم. خب حالا این F1 X و F1 Y مقدارش چه قسمی حساب کنیم. خوب توجه کن، من یک نکته خدمت شما عزیزان بیان مونم. نگاه کنید، هر جایی که زاویه الفا قرار داشت همون طرف ما کوساین در نظر میگیریم. صحیح؟ نگاه کنین الان الفای ما کنار محور X، پس در نتیجه چی میگیم؟ میگیم F1 X برابر میشه با F1 ضرب در کوساین الفا و F1 Y ما میشه F1 ساین الفا. صحیح شد؟ خب حالا اگه جای الفا عوض شد، مثلا نگاه کنین الفا ما یک قسمت به شکل شد، اینجا Y، اینجا هم X، یه هم قوه F1 مایه. الفا مثلا اینجا بود. صحیح؟ خب حالا ما تجزیه خودمان انجام میدیم، میگیم این تجزیه میشه به F1 X و F1 Y. و دو مرکب تجزیه میشه. خب حالا F1 X مساوی میشه با F1 Y هم مساوی با. حالا شما به ما بگین چی میشه؟
آفرین. میریم زاویه الفا رو نگاه مونیم، میبینیم که زاویه الفای ما کنار محور وای قرار گرفته، پس همین سمت میشه کوساین. پس در نتیجه چی میگیم؟ میگیم F1 وای ما میشه F1 ضرب در کوساین الفا و F1 x میشه F1 ضرب در ساین الفا. پس الفا هر سمتی قرار داشت همون سمت میشه کوساین و سمت دیگه ما میشه چی؟ ساین. یه هم از تجزیه قوه ها. خب یک مثال بزنیم با هم دیگه تا روی مبحث کاملا آشنا شویم. محصله قوه های داده شده را حساب کنین. ساین 37 درجه را 0.6 داده و کوساین 37 درجه هم 0.8 داده. چه قوه هایی داریم دوستای عزیز؟ روی شکل خوب توجه کنید. قوه F1 مساوی با 20 نیوتن داریم، F2 مساوی با 12 نیوتن و F3 مساوی با 15 نیوتن داریم. خب قوه F2 شما ببینید که در استقامت محور X، پس نیازی به تجزیه ندارد. قوه F3 ما در استقامت محور Y، پس نیازی به تجزیه ندارد. فقط قوه F1 ما باید اینجا تجزیه کنیم. میریم سراغ تجزیه قوه F1. پس اولین گامی که برمیداریم F1 تجزیه مونیم. F1 اینجا تجزیه مونیم. میگیم که ای اگه محور Y باشه یا محور X باشه، ای چیه؟ ای F1. صحیح؟ F1 مساوی با 20 نیوتن. زاویه هم که ایجاد کرده با محور X 37 درجه. پس می نویسیم، میگیم که ما این را اگه تجزیه کنیم، با یک رنگ دیگه به شما نشان میدم، اگه تجزیه کنیم میشه F1 X و F1 Y. خب می نویسیم، میگیم که F1 X مساوی میشه با F1 ضرب در ساین یا کوساین. کدامش میشه؟ اصلا بر شما میشه کوساین دیگه، چون 37 درجه که زاویه الفای ما سمت محور X، پس میشه F1 ضرب در کوساین 37 درجه. صحیح؟ پس مساوی میشه با F1 20 ضرب در کوساین 37 درجه هم 0.8 که دوستای عزیز این برابر میشه با 16 نیوتن. میریم سراغ F1 Y. F1 Y میشه F1 ساین 37 درجه، پس میشه F1 ضرب در ساین 37 درجه مساوی میشه با F1 که 20 نیوتنه ضرب در ساین 37 هم به ما داده 0.6 مساوی میشه با 12 نیوتن. پس ما یک تجزیه اینجا انجام دادیم. بریم سراغ ادامه سوال. خب دوباره شکل رسمونیم. خوب توجه کن که ادامه سوال چه قسمی حل میشه. این محور Y، این محور X. صحیحه؟ حالا میریم قوه ها را رسمونیم. یک قوه F2 داریم. F2 را که ما کار نداشتیم دیگه، حالا میخوایم حساب کنیم. میگیم که F2 چند بود؟ 12 نیوتن بود. F3 ما چنده؟ روی شکل میبینین F3 هم برابر با 15 نیوتنه. F3 مساوی با 15 نیوتن. F1 هم که ما تجزیه کردیم به چی؟ به F1 X. F1 X مساوی با 16 نیوتن و تجزیه F1 Y مساوی میشد با چند؟ 12 نیوتن. پس همه قوه ها دیگه الان در استقامت X و استقامت Y قرار گرفتن. خب میریم سراغ ادامه حل سوال. چی میگیم؟ میگیم که RX مساوی باشه با RX چیه؟ RX محصله قوه ها در استقامت محور X یا سطح افق مایه، به این شرط که ما سمت راست مثبت در نظر میگیریم. یعنی اینجا میشه مثبت، اینجا میشه چی؟ منفی. صحیح شد؟ خب حالا میگیم که چون سمت راست مثبته، پس F1 X ما مثبت میشه و F2 ما که سمت چپ میشه چی؟ منفی. میشه منفی F2. صحیحه؟ پس ادامه میدیم. RX مساوی میشه با F1 X ما حساب کردیم چند؟ 16 منفی F2 هم که 12 برابر میشه با 4 نیوتن. ای از RX. میریم سراغ RY. RY چیه؟ RY محصله قوه ها در استقامت محور Y است. به چه شرطی؟ به این شرط که جهت به سمت بالا را ما چی؟ مثبت در نظر میگیریم. پس به سمت بالا مثبت، در نتیجه اینجا مثبت میشه، اینجا هم منفی میشه.
پس F1 وای که به سمت بالای مثبته و F3 هم که به سمت پایین است چیه؟ منفیه دیگه. پس میشه منفی F3. در نتیجه R وای دوستای عزیز مساوی میشه با F1 وای 12 F3 هم 15 برابر میشه با منفی 3 نیوتن. خب سوال هنوز هم خلاص نشده چون ما باید برسیم به یک قوه دیگه. ما الان یک RX داریم یک RY داریم که اینها بر هم دیگه عمودن. یک بار دیگه شکل رسم کنیم. شکل به این صورت شد دیگه. اینجا Y اینجا هم چیه؟ X. پس در نتیجه دوستای عزیز اینجا میشه RX مساوی با 4 نیوتن و اینجا میشه چی؟ RY مساوی میشه با منفی 3 نیوتن. صحیحه؟ با روش متوازی لحظه اگه بخوایم رسم کنیم محصله قوه ها را به این شکل میشه. این وتر از زیر اگه رسم کنیم این میشه R. این R ما باید حساب کنیم. R چه قسمی حساب کنیم؟ میگیم که R مساوی میشه با چون RX و RY بر هم دیگه عمودن میریم سراغ رابطه فیثاغورس. میگیم که RX مربع جمع RY مربع. صحیحه؟ پس R مساوی میشه با RX چند شد؟ RX 4 شد. 4 به توان 2 16 میشه دیگه. جمع RY چند شد؟ RY ما شد منفی 3. منفی 3 به توان 2 میشه چند؟ میشه 9. پس میشه 16 جمع 9 میشه جذر 25 که جذر 25 هم در نتیجه دوستای عزیز برابر میشه با 5 نیوتن. پس محصله قوه های F1 F2 و F3 را ما حساب کردیم برابر شد با 5 نیوتن. پس این شد از تجزیه قوه ها. ما یک مفهومی را در ریاضی داریم به نام قانون ساین. قانون ساین چیه دوستای عزیز؟ قانون ساین شما در مثلثات میخوانید دیگه. قانون ساین یک معادله که میان طول هر ضلع یک مثلث دلخواه با زاویه مقابل از او یک ارتباطی را برقرار می‌کنه. شما روی شکل نگاه کنید. ما یک مثلث داریم دوستای عزیز که اضلاع اضلاع را با حروف کوچیک انگلیسی نشان دادیم A B C. زاویه ها را با حروف بزرگ یا کپیتال نشان دادیم A, B و C. این شد زاویه های ما. صحیحه؟ خب قانون ساین چی میگه؟ قانون ساین میگه ساین زاویه A. زاویه A کجای اینجا دیگه؟ خوب رو شکل نگاه کنید. ساین زاویه A بر ضلع مقابل از او. ضلع مقابل زاویه A چی میشه؟ A کوچیک میشه دیگه. صحیحه؟ ساین A بر A مساویه با ساین زاویه B. زاویه B کجایه؟ اینجای دیگه. صحیحه؟ ساین زاویه B و ضلع مقابل از او. ضلع مقابل زاویه B هم که این ضلع میشه دیگه، یعنی B کوچیک میشه دیگه. ساین B بر B یه مساویه با ساین زاویه C. زاویه C اینجا قرار داره. ساین زاویه C بر ضلع مقابل زاویه C. ضلع مقابل زاویه C هم که اینجا میشه، یعنی C کوچیک. پس به این تساوی یا به این رابطه دوستای عزیز ما میگیم قانون ساین. صحیحه؟ خب یک از معرفی بود از قانون ساین در ریاضی. حالا این قانون ساین در فیزیک برای ما چی کاربردی داره؟ گاهی اوقات ما میتونیم از این قانون ساین بجای تجزیه قوه ها استفاده کنیم تا مسائل راحت تر حل کنیم، اما به 3 شرط. خب این 3 شرط حتما باید در مسئله ما برقرار بشه تا ما بتونیم از قانون ساین استفاده کنیم. اون 3 شرط چیه؟ شرط اول، ما در مسئله باید 3 تا قوه داشته باشیم. شرط دوم، این قوه ها باید بر همدیگه متلاقی باشن. شرط سوم هم که جسم ما باید در حال تعادل بشه. بحث تعادل ما در ادامه فصل بررسی مونیم، اما همینقدر بدانید که وقتی میگیم جسم در تعادل بشه یعنی محصله قوه های وارد بر جسم باید برابر با 0 بشه. پس اگه این 3 تا شرط برقرار بود ما از قانون ساین استفاده مونیم به جای تجزیه قوه ها. خب حالا چه قسم حساب مونیم؟ شما روی شکل دوستای عزیز خوب توجه کنید. ما 3 تا قوه داریم، قوه های F1 F2 و F3. پس 3 تا قوه داریم. شرط اول برقرار شد. این قوه ها همانطور که میبینین بر همدیگه متلاقی هستند و جسم ما هم در حالت تعادله.
پس سه شرط برقراره. حالا میخوایم قانون ساین اینجا بنویسیم. خوب توجه کنید که چه قسمی ما مینویسیم. میگیم که f1 بر ساین چی زاویه‌ای دوستان عزیز. خوب توجه کنید ساین چی زاویه میشه f1 بر ساین زاویه بین دو قوه دیگر بجز f1. بجز f1 ما چه قوه دیگه داریم؟ قوه های f2 و قوه های f3 رو داریم. بین اینها چی زاویه ایجاد شده؟ زاویه الفا ایجاد شده دیگه. صحیحه؟ پس میشه ساین الفا مساوی میشه با f2 بر ساین چی زاویه؟ زاویه بین دو قوه دیگر بجز f2. خب ما روی شکل نگاه کنین. بجز f2 چه قوه‌ای داریم؟ قوه f1 و f3 رو داریم. چه زاویه بین اینها ایجاد شده؟ زاویه بیتا ایجاد شده دیگه. صحیحه؟ پس این میشه ساین زاویه بیتا مساوی میشه با f3 بر ساین چه زاویه دوستان عزیز؟ این من از شما پرسان کنم اگه یاد گرفتید. آفرین، ساین زاویه بین دو قوه دیگر بجز f3. بجز f3 ما چه قوه‌ای داریم؟ قوه‌های f1 و f2 داریم. بین f1 و f2 چه زاویه ایجاد شده؟ زاویه گما ایجاد شده دیگه. صحیحه؟ پس این رابطه رو ما میتونیم برای قوه ها در فیزیک بنویسیم به جای اینکه بریم سراغ تجزیه قوه ها. همیشه ولی یادتان باشه دوستان عزیز که این سه تا شرط حتما باید برقرار بشه. حالا میریم مثال میزنیم تا با این موضوع بیشتر آشنا شوید. خب مثال خوب توجه کنین. گفته اگر در شکل ذیل تعادل برقرار باشد قوه کشش سیم ها را حساب کنیم. خب اول قوه‌ای که وارد بر جسم را حساب کنیم. میگیم که یک قوه کشش T1 به این سمت داریم، یک قوه کشش T2 به این سمت داریم و یک قوه mg هم که شما میبینید به سمت پایین داریم. این هم ام جی مایه. صحیحه؟ پس سه تا قوه داریم. یک قوه هم بر هم دیگه متلاقی هستن. خود سوال هم که گفته تعادل هم برقراره. پس سه تا شرط ما برقراره. ما میریم سراغ استفاده از قانون ساین در فیزیک. اگه از قانون ساین استفاده نکنید مجبورین که قوه های T1 و T2 رو تجزیه کنین که خیلی جنجال میشه دیگه. پس میریم سراغ قانون ساین. قانون ساین چی میگه؟ میگه که T1 بر ساین چی زاویه دوستای عزیز؟ آفرین، ساین زاویه بین دو قوه دیگر بجز T1. بجز T1 چی قوه‌ای داریم؟ T2 و mg رو داریم دیگه. زاویه که اینجا ایجاد میشه این زاویه میشه دیگه. صحیحه؟ پس این زاویه رو حالا باید اینجا بنویسیم. اما این زاویه رو مقدارش نمیدانیم. چی کار کنیم دوستای عزیز؟ اینجایه که باز هم باید بریم سراغ ریاضی. خب حالا این زاویه رو چه قسمی حساب کنیم؟ میگیم که ما یک خط موازی اینجا رسم کنیم. به این شکل خط موازی خودمان رو رسم کردیم. صحیحه؟ ما در درس ریاضی یاد گرفتیم که اگر دو خط با همدیگه موازی باشن، یک خط دیگه این دو خط موازی را قطع کنه، این زاویه با این زاویه برابره و این زاویه هم با این زاویه برابره. پس یک بار دیگه میگم اگر دو خط موازی داشته باشیم، یک خط این دو خط موازی ما را قطع کنه، پس این زاویه با این زاویه برابره و این زاویه هم با این زاویه برابره. پس می‌نویسیم دیگه به همین راحتی میگیم که این زاویه هم برابر با 60 درجه میشه و این زاویه کوچیک اینجا هم برابر با چند درجه میشه؟ 30 درجه میشه. صحیحه؟ خب از طرفی ما میدانیم که این خط هم بر این خط افقی ما عمود دیگه. پس زاویه هایی که ایجاد میشه اینجا یک زاویه 90 درجه اینجا ایجاد میشه و یک 90 درجه دیگه هم چیه؟ اینجا ایجاد میشه. پس حالا دیگه معلوم شد دیگه میشه T1 بر ساین زاویه بین T2 و mg دیگه. زاویه بین T2 و mg میشه چند؟ 90 جمع 30 دیگه. پس میشه 90 جمع 30 مساوی میشه با mg بر ساین چی زاویه؟ زاویه بین دو قوه دیگر بجز mg. بجز mg ما چه قوه دیگه داریم؟ قوه T1 و T2 داریم. چی زاویه بین اینها ایجاد شده؟ زاویه 90 درجه. پس میشه ساین 90 درجه. صحیحه؟ خب میشه T1 بر ساین 90 جمع 30
ما باز هم از درس ریاضی در قسمت مثلثات یاد گرفتیم که ساین 90 جمع 30 دوستای عزیز برابر میشه با کوساین 30 درجه. پس اینجا می نویسیم کوساین 30 درجه T1 بر کوساین 30 درجه مساوی میشه با mg. mg را مقدارش به ما داده 20 نیوتن، اینم جایگذاری مونیم 20 نیوتن بر ساین 90 درجه. ساین 90 چنده؟ یک دیگه، پس اینجا میشه 1. کوساین 30 چنده؟ کوساین 30 هم که جذر 3 بر 2. در نتیجه T1 مساوی میشه با 20 ضرب در جذر 3 بر 2 که برابر میشه با 10 در جذر 3. پس T1 حساب کردیم به همین راحتی. میریم سراغ T2. میگیم که T2 بر ساین چی زاویه‌ای؟ زاویه بین دو قوه دیگر بجز T2. بجز T2 ما چه قوه‌ای داریم؟ قوه T1 داریم و قوه mg داریم. بین اینها چه زاویه ایجاد شده؟ زاویه 90 جمع 60 دیگه. شما نگاه کنین، زاویه رو به شما نشان دیدم. زاویه بین mg و T1 این زاویه میشه دیگه، صحیحه؟ یعنی برابر با 90 جمع 60 میشه. پس اینم می‌نویسیم. این میشه 90 جمع 60 درجه. صحیحه؟ یعنی مساوی میشه با mg در ساین 90 درجه. صحیح شد؟ خب ادامه میدیم. میگیم که T2 بر ساین 90 جمع 60 هم باز هم طبق درس ریاضی از فصل مثلثات ما میدانیم که ساین 90 جمع 60 برابر با کوساین 60 درجه مساوی میشه با mg. mg هم به ما داده سوال 20 درجه بر ساین 90. ساین 90 هم که برابر با 1 هست. کوساین 60 چنده؟ 1 بر 2. در نتیجه T2 برابر میشه با 20 ضرب در 1 بر 2 که برابر میشه با 10 نیوتن. صحیح شد؟ یه هم جواب سوال ما. پس دوستای عزیز، ما اگه 3 شرط در مسئله ها برقرار بود میریم سراغ استفاده از قانون ساین، چون تجزیه قوه ها خیلی جنجال داره، خیلی وقت گیره و ما از قانون ساین میتونیم به عنوان یک راه حل کوتاه، البته به شرطی که او 3 شرط حتما برقرار بشه، در حل مسائل استفاده کنیم. خب یک سوال کانکور ببینیم. از فرم اول ارزگان مطرح شده. گفته به طور عموم یک قوه به چند مرکبه تجزیه میشه. ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم که اگر یک قوه در استقامت محور x یا در استقامت محور y نبود، به 2 مرکبه عمود برهم x و y تجزیه میشه دیگه. پس میشه گزینه B پاسخ صحیح سوال ما، یعنی یک قوه به 2 مرکبه تجزیه میشه. خب دوستای عزیز، جلسه دوم از فصل اول ما هم خلاص شد. ما در رابطه با تجزیه قوه ها با شما صحبت کردیم. یک بحث بسیار بسیار مهمه که در آینده هم ما از این بحث خیلی استفاده مونیم و همچنین استفاده از قانون ساین در فیزیک هم به شما عزیزان یاد دادیم. تا یک جلسه دیگه همه شما عزیزان به الله پاک میسپارم. موفق، پیروز و سربلند باشید.